سلام بچه ها، صبح روز بارونیتون بخیر باشه. امروز صبح حسابی بارون زده و من و رویا تصمیم گرفتیم صبحونه رو بیایم بیرون. به خاطر همین یک کافه روبروی دریا انتخاب کردیم. داخل کافه دنبال یه میز دنج گشتیم که زیر این دیوار چوبی خوشگل تونستیم پیدا کنیم. بعدش خیلی سریع رفتیم سراغ منو و یه صبحونه ایرانی و یه صبحونه انگلیسی سفارش دادیم. اینجا هم رویا کلی تماسای کاری داشت. منم از فرط بی‌حوصلگی رفتم تو عالم گوشی. اینجا هم تمام تلاشمو کردم رویا رو متقاعد کنم با هم صحبت کنه، ولی به هم توجه نکرد و منم بی‌صبرانه منتظر صبحونه موندم. بعد صبحونه خوشگلمون از راه رسید. راستی بچه‌ها شما چه صبحونه‌ای دوست دارید؟ حتما برام کامنت کنید. در ادامه هم در حین صبحونه خوردن کلی با هم صحبت کردیم در مورد کارهای عقب افتاده و برنامه‌هامون و همینجور چند روزی که از هم بیخبر بودیم کلی از همدیگه آمار گرفتیم و خوش گذشت. بعدش هم یه چای خوردیم گرممون بشه و رفتیم سمت کنار در